با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس. چطوری شناختید؟ پرستور سادات ذلیل پور از صدای دروغگویان، مصاحبه‌گر مشهورتون که بسیار ارادتم بهش داریم، مخصوصا این روزها هستم که اومدم راجع به خودم کمی صحبت کرده و تمام افشاگری های شما را برملا کرده و اصلا انکار کنم. آره دیگه، بچه فکر کردی پس میگم نه من هستم. من پرستور سادات ذلیل پور از صدای دروغگویان مطلع شدم که بسیاری از شما شروران، اجرار، دشمنان، جانم فدای سوریه، آخو گفتید و همه جا نوشتید که من بازجو بودم. من صدفانسه، بله صدفانسه، عکسام خب اومد دیگه، اونه که بخواد که آبرومون رفت دیگه اونو بگیم. صدفانسه و برای تک تک این ستاره ها عرق ریختم. پس چی فکر کردین؟ الکم ستاره بدونم. من در پادگان حشد العصبی، حشد الوحشی و برادران پادگان ها عرق ها ریختم که این ستاره ها رو گرفتم، که در مقابلش خبرنگار هم هستم، ادیت هم میکنم، یعنی مصاحبه شما رو اونجایش که به نفع ما نیست و به نفع آقا نیست، به نفع سوریه و شورت توری زن اسد نیست. خب آنها رو چیکار میکنم؟ قیچی میکنم، پاره دوخته از نو دوخته تحویلتان میدهم. البته گفته شده در این که من بازجو هم هستم. والا دوستان عزیزان نمک نشناسان، فرق چنانی بین خبرنگار حکومت جمهوری ملایان و بازجو ویلی ندارد. من شما چرا در تعجب هستین؟ چه حیران موندید؟ خب ما در خیابان می رویم و از طرف صدای دروغگویان اینم که دستمون داریم می رویم از دوستان سوال می کنیم و گاهی وقتا سوالاتی را که می پرسیم جوابش مثلا به نفع ما نیست، عصبانی ما می کند. خب ما همین می کوبیم تو سرش. خب هیچ عجیب غریب نیست که بازجو خبرنگار یکی می باشد. ولی دوستان همونجور دوستان بگفتم، اجرار و مردم عادی و اینا همه رو بالاخره ما اینترویو میکنیم، مصاحبه میکنیم، بعد بالاخره به زور اینو با کتک و کاری و لگد و اینجور چیزا کار خبرنگار هست. لوردی که کردیم، مثلا اقراری که کردن اینا که هرچی که خواستیم بشنویم بهمون گفتن، بعد من به عنوان یک خبرنگار میبرم صدای دروغگویان ادیت میکنم که بر وفق مراد سیستم باشه. حقوق بهم نمیدونن، بعد میدم به خورد شما ملت عزیز. آره دیگه، ارزشی و ساندیس خورا و اینا. ساندیس خیلی براتون خوبه، شکر زیاد دارم ها. من از خواهد نگیری یه وقت من گفتم نه دکترم هستم گرفایی پرستاری نه. بعدش دوستان گفتم حالا که وقت افشا و افشاگری و اینجور چیزاست، بعدش ما فقط بازجویی که بس شما که نمی کنیم که ناراحتین. روزها شده نمایندگان مجلس مثلا زنگ زدن گفتن که پرستو و سادات، آکل و سادات، پتیاره و سادات، منو میگفتن. آره خب لقب زیاد دارم، بیا یه خود ما رو بازجویی کن. البته قیمت داره، هر چیزی که حساب کتاب داره. ما ساعتی هم کار میکنیم. بله چطوره ما؟ خب میگه مثلا بیا من بازجویی کن، بستگی داره مثلا به نوعش چجوری میخوام بازجویی شم. بعضی هستن میگه قلاده گنداز گردن من، میشه همجوری مثلا اینو من برمیدارم میبرم میندازم گردن یارو، بعد میگه منو کشان مثلا ببر تا دم توالت. خب بازجویی میگه اونجا منو بازجویی کن اونجا. آره دیگه، نمیدونستین انواع اقسام بازجویی ها داریم. با گاهی وقتا هست اصلا لفظی استفاده میکنیم، توهین میکنیم، رو خوشش میاد.
من چند تا نمایی مجلس، حالا فیلماش بعدا میاد بیرون. آره منم توش بودم. آره میدیدم گرگ ها در کنارت هستن. از این اینا میگیم. آره میگیم. گاهی وقتا شده که مثلا از آقایونی که باشو ارادت داریم، مثلا بالای 100 سال هستن، زنگ میزنن میگن تو رو خدا بیا، یا خدا مثلا ما رو خبرنگاری کن، بازجویی کن. مثلا میری مثلا یارو دیگه نفسای آخرشو داره میزنه، خب این میکروفون میبریم اونجا بازجوییش میکنیم. پیر دیگه، حالا که بازجویی اونجور چیزی که نداره که دیگه. آره بچه بگردین کار خیره با همه باید انجام بدن. آره نمیدونستی؟ بریم جمع کنیم، بریم بازجویی